نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش و پوزش پذیر. لطیف کرم گستر کارساز، که دارای خلق است و دانای راز. مهیا کنه روزی مار و مور، اگر چند بی دست و پایند و زور. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. حضرت بلال حبشی، یکی از اصحاب بزرگوار رسول خدا، می‌فرماید طبق روال شبهای گذشته برای ترین انداختن اذان فجر بر فضای ملکوتی مدینه منوره روانه مسجد النبی شدم. به مجرد این که پا در مسجد رسول خدا گذاشتم، دیدم که فردی سر بر سجاده گذاشته و می‌گرید. در تاریکی شب متوجه این فرد و این شخص نشدم. نزدیک و نزدیکتر رفتم. صدای آه و ناله او بر فراز مسجد بالا میرفت. هنگامی که چراغ و فانوس را روشن کردم، دیدم که حضرت رسول خدا فخر موجودات سر را به سجده گذاشته و گریه می کند. سوال کردم یا رسول الله، قربان شما بشم، علت گریه شما چیست؟ چرا در این نیمه شب شما رو در مسجد تک و تنها با حالت گریان میبینم؟ گفت ای بلال، دیشب آیه‌ای بر من نازل شده است که اگر امتیان من اون آیه را تلاوت بکنن ولی به معنی و مفهوم او توجه نکنن، همه اونها هلاک خواهند شد. لذا ای بلال، اون آیه من رو، این انگیزه رو در من به وجود آورد که من رسول الله از زمان نزول این آیه خواب از چشمان من پرواز کرده و به سراغ رسول الله نمیاد و محمد را شبانه از خانه بیرون و راهبانه مسجد کرده است و از اول شب و ابتدای شب تا به الان سر رو به سجده گذاشتم و هنوز بر نداشتم. ای بلال، اون آیه رو بشنو و به تمام امت برسان. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، که در خلقت آسمان و زمین و در پیدایش شب و روز و این همه موجودات، همه دلایل واضح برای وجود ذات مبارک الله است و کسی حق انکار ندارد. لذا مسلمانان، شما اگر میخواد خداوند متعال رو بشناسید، باید در آلای خدا، در نعمات خدا، در آفریده های خداوند متعال تفکر و تدبر و تعمق بکنید. لذا برادران عزیز، از زمانی که اون حدیث رو من تلاوت کردم، خودم حالت عجیب من دست داد که خدایا، شاید بارها شد این آیه رو تلاوت کردم، شاید بسیاری از مؤمنین بودن این آیه رو تلاوت کردن، ولی که از اون جایی که این حدیث به چشمشون نخورده پا در وادی هلاکت گذاشتن. لذا پروردگارا، من خودم را موظف میدونم تا در وهله اول خودم رو وادار به تفکر در این آیه و سپس تمامی سامعین، شنوندگان عزیز و مقتدیان و نمازگزاران محترم رو که بیاییم در این آیه کریمه تفکر بکنیم. برادران، این آیه انسان رو به خدا معرفی میکند و خدا رو به انسان. امروز بیاییم ایمان تقلیدی رو بذاریم کنار. ای کسی که 60-70 سال، 20 سال، 40 سال از عمرت رو با لا اله الا الله تقلیدی گذراندی و نماز تقلیدی خواندی و عبادتی که سرشتش با عادت بود انجام دادی، امروز بذاریم کنار. گرچه که ایمان تقلیدی هم قابل قبول هست، ولی ایمان تحقیقی خداوند متعال از ما میخواد. خدا رو بشناسیم،
به طریق شناخت با خداوند متعال راز و نیاز بکنیم. خدا را چگونه بشناسیم؟ خدا را از نعمتهای خدا. رسول معظم اسلام در تحت همین آیه میفرماید تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذات الله. اگر شما میخوای خدا را بشناسید در نعمات خدا تفکر بکنید، نه در ذات خدا. چرا؟ چون که عقل شما منحصره، عقل شما محدوده، فکر شما در چارچوبی است که اگر پا رو فراتر بگذاره پودر میشه، به آسمان میره. در ذات خدا تفکر کردن احمقانه است. چرا؟ چون که نمیدانیم از کنه خداوند متعال، همینقدر میدانیم که وحده لا شریک الا هو. من عرف نفسه فقد عرف ربه. حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید هر کس که خودشو شناخت خداشو میشناسه. ما هنوز خود ما رو نشناختیم که خدامونو بشناسیم. بیاییم امروز درس خودشناسی را که سرانجامش خدا شناسی است بیاموزیم. سلامت غرایت بفرمایید. آیه‌ای که خدمت شما تلاوت کردم امن خلق السماوات والارض، ابتدای جزء 20. امن خلق السماوات والارض. آیا با خودتون سوال کردید که چه کسی است خالق آسمان ها و زمین؟ چه کسی همه آسمان را، 7 طبق آسمان را و 7 طبق زمین را، که ما فقط در گوشه ای و 1/4 یا 1/3 بالاخره کره زمین که خشکی هست، بقیهش همه آب هست، ما داریم درش زندگی میکنیم و شاید 1/1000 قطعات زمین رو هم ندیدیم. آیا در این زمین فکر کردیم؟ در خلقت زمین فکر کردیم؟ در خلقت آسمان فکر کردیم که خداوند متعال چگونه اینها رو خلق کرده؟ ابتدای سخنم بگم غربیان، دانشمندان غربی و شرقی، کسانی که در عرصه علم و صنعت و تکنولوژی و پیشرفت به حد نهایی رسیدن و قله های شامخ علم و صنعت و تکنولوژی رو طی کردن، آیا هنوز قدرت پیدا کردن که نه تنها تمام زمین را بلکه یک مشت خاک بیافرینند؟ الله اکبر. یک مشت خاک با اون ماهیت اصلی خاک که خاک دارای چه ویژگی هایی است؟ تمامی گیاهان، تمامی لاله ها، تمامی گل ها و غنچه ها همه از یک خاک می رویند. حضرت اقبال لاهوری چه می فرماید در همین مورد؟ می فرماید دلا رمز حیات از غنچه آموز، دلا رمز حیات از غنچه آموز، دلا رمز حیات از غنچه دریاب که حقیقت در مجازش بی حجاب است. ز خاک تیره می روید ولیکن سبحان الله، همه اینها از یک خاک تیره در میان. چه ذاتی است؟ ز خاک تیره می روید ولیکن نگاهش بر شعاع آفتاب است. لذا می فرماید که امن خلق السماوات والارض. نگاه بکنید این آسمان با این عظمت رو که ما یک سقف رو بدون ستون نمیتونیم نگه داریم. این سقف مسجد که مترش از 100 متر هم نمیگذره 5 تا ستون خورده، ولی آسمان را بی ستون دارد. نگاه این آسمان با این عظمت را بدون به کار بردن یک ستون، این آسمان های با این عظمت را، نه یک آسمان رو خلق که میفرماید که 7 سماوات طباقا. در مورد آسمان ها میفرماید آسمان ها 7 طبق هستند. لذا اگر همه قدرت های نظامی، انتظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی همه جمع بشن میتونن قطع زمین رو خلق بکنن و بیافرینن؟ نه خیر. ولی پروردگار عالم این زمین رو در اختیار من و شما قرار داده. این زمین را نه چنان جعل الارض بساطا، زمین رو فرش قرار داد. اگر زمین رو مانند آب قرار میداد شما نمیتوانستید روش راه برید، و اگر چنان سخت قرار میداد مثل سنگ باز هم نمیتوانستید راه برید. قربان جلال و قدرت خدا، ای خالقی که خدایی را سزایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی، به عزت و جلال خود و به عظمت و جمال خود که دل ما را صفای خود ده و قلب ما را ضیای خود ده و ما را هم ده کان به و مگذار ما را به که همه. یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری
خواهی درمانده، این بنده نداند که چه می باید خواست، داننده تویی هر آنچه خواهی آن ده. این زمین رو خدا در خلقت در اختیار من و شما قرار داده. در احادیث میخوانیم که الله ذوالجلال هنگامی که زمین رو خلق کرد و انسان رو خواست بر روی زمین بیافریند، زمین زاری کرد که خدایا موجودی که بر روم گناه بکنه من طاقت معصیت رو ندارم، ازم نساز. زاری میکرد. پروردگارم گفت نه، بندگان نماز خوان روز دار عبادت گذار بر روی تو قدم میگذارن. و چند نفر دیگر رو صرف نظر بکن. میفرماید رسول خدا زمانی که هر انسانی در گوشه و اقصا نقاط زمین دست به معصیت و گناه بزند، زمین به خودش میلرزد، میگه خدایا اجازه بدین انسان از خدا بیخبر رو ببلعم، فرش ببرم، قورتش بدم، برای همیشه به درک واصل بکنم. پروردگار الان میگه یا عرض اصبری، ای زمین صبر بکن، استقامت بکن، دندون رو جگر بذار، به واللهی که من تو رو خلق کردم. روزی خواهد آمد که خداوند متعال به تو زبان گویا خواهد داد و از اون چی که بر روی تو انجام داده اونجا شکایت خواهی کرد. برادران عزیز، ابر و باد و خاک و آتش زندن، با من و تو مرده با حق زندن، آب و خاک و باد و آتش بندن، با من و تو مرده با حق زندن. اینها همه با خدای متعال زندن. چه میفرماید؟ جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویم روزان و شبان. همه ذرات عالم دارن با تو صحبت میکنن. چی میگن؟ ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم. ما گوش شنوا داریم، ما چشم بینا داریم، ما خوشیم. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوشیم. با شما ما ناخوشیم. چرا؟ چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شویم. شما به سوی عالم اجسام میرید، هر چیز رو از جسم میبینید، ولی چون که شما از خدا غافلید، با ما بیگانهید، با محرمید. همه اینها برای ما درس برادران عزیز. خداوند متعال اینها رو در اختیار ما قرار تا خوب از اینها استفاده بکنیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. الله اکبر. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. همه اینها رو پروردگاران در خدمت تو خلق کرده. خورشید طلوع میکنه به خاطر تو. لولاک لما خلقت الافلاک. مسلمان را همین عرفان و ادراک که در خود فاش بیند رمز لولاک. لولاک لما خلقت الافلاک. اگر تو انسان نمی بودی من آفرینش رو خلق نمی کردم. این ابر، باد، ماه، خورشید، زمین، آسمان همه در کارن، در فعالیتن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، همه حیران و سرگردان به خاطر تو. ای مسلمان، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این بی انصافی است، این قساوت قلب، این جسارت و گستاخی است که انسان از زمین خدا بخوره و بر روی زمین خدا گناه بکنه. اما خلق السماوات والارض. اگر بخوام انسان فقط یک نعمت زمین رو مورد مطالعه و بررسی و تحقیق قرار بده، ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان و زمین آیاتی است. کلی سخنرانی و کتاب و اثر تقریرات خواهد شد، ولیکن میفرماید که اندکی با تو بگفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی. ورده سخن بسیار است، کمی با تو بگم که نگی زیاد نماز رو طولانی شد. ورده سخن در این مورد، در این وادی، در این بوستان گل رسول الله بسیار زیادن. صلوات غرای نبی بفرمایید.
امن خلق السماوات والارض، چه کسی است آسمان و زمین رو خلق کرد. و انزل لکم من السماء ماء، و از آسمان آب با این بالاخره ظرافت، با این بالاخره شفافیت، با این صافی، با این گوارایی، چه کسی این رو آورد پایین؟ آیا ابرها؟ نه خیر. قرآن عظیم و شان در بسیار از آیات میفهمند که ما آیا باران را انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا شما این بارون را از آسمان میارید یا ما؟ چرا نیاوردن؟ چرا نمیتونن بیارن؟ چرا هر زمانی که اراده میکنه خداوند متعال تحتی آب رو، چرا دانشمندان نمیتونن دو تا ابر رو به هم متصل بکنن و بارون بیاد؟ همه میگن ابر بیاد بارون میاد. نه، خداوند متعال بدون ابر هم قادر بیاره، ولی این قانون خداست. صحابه در روز جمعه میاد در مسجد النبی رسول الله شکایت از قحطسالی و گرسنگی میکنه. حدیث رو بارها شنیدید. رسول معظم اسلام رو منبر نشسته و صحابه قسم یاد میکنن در آسمان خبری از ابر نیست. میفرماید یا غیاث المستغیثین اغثنا، پروردگار اللهم انزل علینا الغیث والمطر، خدایا رحمات بارانی و آسمانی خود را نازل بکن. ناگهان ابرها ظاهر میشن، از مسجد النبی بیرون نمیان که باران شدید میاد. یک هفته کامل باران میاد، نزدیک مدینه رو با آب برداره. جمعه گذشته میاد میگه یا رسول الله حرکت الزروع و الثمار، تمامی کش زراعت ها از بین رفت، یا رسول الله دعا بکن. پیامبر خدا اللهم حوالینا یا لا علینا، خدای ابرها رو ببر دور بر مدینه، شهر مدینه رو خالی بگذار. به مجرد دعای رسول الله ابرها شگاف پیدا کردن رفتن. ابر در قدرت الله، باران در قدرت الله، باریدن در قدرت الله، قحطسالی در قدرت الله. من عرف نفسه فقد عرف ربه. اینها رو بشناسیم و یقین بکنیم تا خدا رو بشناسیم. سلامات غرایت بفرمایید. فانبتنا به حدائق ذات بهجه، توسط این باران از این گل و از این زمین گیاهان دارای رونق، زیبایی، خوشی، گلها و غنچه های بسیار زیبا و با طرافت رو آفریدید. سبحان الله. دلا رمز حیات از غنچه دریافت. بیا غنچه رو نگاه بکن، همه از این خاکن. چه گلهایی، چه غنچه هایی، چه گیاهانی، چه درختانی. سبحان الله. انسان وقتی تفکر میکنه واقعا مغز انسان پودر میشه در واقع و دود میکشه. خدایا این همه مخلوقات تو هست در واقع و غیر از ذات متعال تو هیچ کسی دیگر نخواهد توانست این کار رو بکنه. لذا به قول حضرت سعدی علیه الرحمه میفرماد که هر گل و برگی که هست یاد خدا میکند، هر گل و برگی که هست یاد خدا میکند. بلبل قمری چو خوان یاد خداوندگار، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. هر برگی که از زمین میروید، هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له گوید. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستن آنچه هستی تویی. واقعا برای انسان هوشیار هر برگ درخت خودش دفتر معرفت خداوند متعاله. وقتی انسان به یک درخت خرما دیدید توجه میکنید 3 متر چوب خشک میره آسمون ها، 3 متر چوب خشک. بعد از 3 متر و 4 متر نگاه میکنه انسان خرما با رنگ های زرد، قرمز، سیاه، نیلگون و رنگ های مختلف، با مزه و طعم های مختلف. این آب رو چه کسی اونجا برده، این رنگ رو چه کسی اونجا برده، این مزه رو چه کسی و شیرینی و شکر رو اونجا پاشونده. آیا دانشمندان آمدن از هوا با شکر پاشوندن روی اونها؟ نه. نگاه میکنه در انار انسان توجه میکنه 100 دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته. انسان این نظم و ترتیب را که بنده‌ها و معماران نمیتونن بچینن. قلب سفیدی روی انار میاد، اینها تا نظم و نظامشون بر هم نخوره. دانشمندان، پزشکان، کسانی که در این فن و در این عرصه پیشروی کردن میگن اون قلب سفید که دیدید برگه سفید رنگی رو میان دانه های انار هست، خداوند متعال اون رو قرار داده تا از فاسد شدن انار جلوگیری بکنه. و اگر اون قلب سفید نباشه انار از 1 روز به 2 روز نمیتونه صبر بکنه.
و در خوردن همون قلب سفید هزاران حکمت وجود داره. قلب سفیدی در سینه آن یاقوتها را پیچیده با هم با پوششی نرم پروردگارم. اینها رو میخورید، تفکر رو میکنید. اگر همون لحظه به زبان در بیاد که خالق من خداست، من رو در اختیار تو قرار داده، آیا میدونید که تو را در اختیار خودش قرار داده؟ چه جواب میدید؟ میگیم نه، ما در اختیار ماشینیم و کاروبار و مغازه و تجارت و صدارت، کشاورزی و کشت و شبان روز 5 وقت نماز هر ساعتی و هر وقت نمازی 10 دقیقه هم نمیتونیم فارغ بکنیم. چقدر بی انصاف از نعمتهای خدا استفاده و اینقدر ناشکری و ناسپاسی، چون که نشناختیم خدا رو، چون که با خداوند متعال آشنایی نداریم. عظمت خداوند متعال از دلها رفته متاسفانه. لذا میفرماید که فانبتنا به حدائق ذات بهجه، انواع و اقسام گیاهان، درختان، جمادات، نباتات، همه اینها هر گیاهی با رنگ و طعم خاصی، هر گیاهی با کیفیت خاصی، هر گیاهی با شکل خاصی که ما 1000 اونها رو هم ندیدیم. 1000 گیاهان رو، هر گیاه رو متعجب میکنیم گیاه چی است، دارای چه ویژگی است، دارای چه صفاتی است. وقتی میریم پزشک که بالاخره گیاهی متوجه میشه که این گیاه دارای چه ویتامین ها و دارای چه خاصیت هایی است. بله، و انبتنا به حدائق ذات بهجة ما کان لکم ان تنبتوا شجرها. شما نمیتونید درست بکنید. میتونید؟ اله مع الله. خدا در پایان آیه میگه آیا با این خدا کسی دیگه هست؟ آیا ذاتی دیگر هم میتونه این قدرت ها رو به نمایش بگذاره؟ بل هم قوم یعدلون. نه، ولیکن اینهایی که ناسپاسن، اینهایی کفران میکنن، قومی هستند که از حدود خدا تجاوز میکنن. امن جعل الارض قلالا و جعل خلالها انهارا. آیا چه کسی است که زمین رو با توجه به این کروی شکل هست، بیضی شکل هست، به شکل تخم مرغ هست، چه کسی است که اون را به صورت بالاخره شکلی مستقر قرار داد که انسان روش قدم بگذاره؟ و جعل خلالها انهارا. و در وسط این زمین و در گوشه گوشه این زمین جویبارهای قرار داد که هر جوی از جویبارهای زمین به منزله رگی از رگهای خون بدن است، که اگر رگی از رگهای خون بدن انسان بخشکه اون قسمت از بدن فلج میشه. قطعا هر جوی از جویبارهای هر نقطه از زمین بخشکه اون قطعه زمین فلج و پژمرده خواهد شد. این جویبارها را چه کسی روان کرده؟ خداوند متعال برای احیا کردن زمین. و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسي. اینا هر کدوم خودش گفتن بحث‌های گسترده‌ای داره. کوه‌ها رو قرار داد. چرا؟ سبحان الله. بل جبال اوتادا. کوه‌ها رو خداوند متعال به عنوان میخ بر روی زمین قرار داد. تمامی دانشمندان امروزی پس از تحقیق و بررسی همه اونها متفقن که اگر یکی از رشته کوه‌هایی که خداوند متعال بر روی زمین قرار بده از هم بریزد و از بین بره، تعادل کره زمین برای همیشه از بین خواهد رفت. خداوند متعال این کوه‌ها رو قرار داد تا تعادل کره زمین مانند پله ترازو برابر باشه و زمین بر خودش نلرزه و زمین انسانیت رو هر لحظه به این طرف اون طرف نبره. جالبه ها، تو این بحثا نمیخوام برم. آیا میدونید که شما دارید میگردید؟ زمین دو نوع چرخش داره، دو تا گردش. یک گردش دور خودش در هر ثانیه چندین هزار بار و یک گردش زمین دور خورشید داره و هر روز ما متوجه هم نیستیم. الله اکبر. این قدرت خدا رو نگاه بکن. یک فرفره‌ای که میچرخه همه متوجه میشن. یک لحظه که ماشین تکون میخوره همه میخوان زبانشون از دهانشون بیفته. ولی زمین داره اینقدر گردش داره، یک گردش به دور خودش و یک گردش به دور خورشید که در هر سال یک بار میشه. پس میبینی که فصل بهار میشه، فصل زمستون میشه، فصل تابستون میشه، فصل پاییز میشه. اینا از چیست؟ گردش زمین دور خورشید ها که همه دانشمندان امروز متوجه شدن. قرآن این مسائل رو 1400 سال قبل ای مسلمانان در نعمتهای خدا تفکر بکنید، خدا رو بشناسید. اگر یک دانشمند غربی امروز هر چه بگه همه ما آمنا و سلمنا تسلیم میشیم، برای حق همون که اون داره میگه چون دانشمند غربی است. ولی قرآن داره اینجوری با ما سخن میگه. کسی این آیات رو تا به حال نشنیده؟ صلوات قرآن بفرمایید. امن یبدأ الخلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض. چه کسی خلقت خود انسان، سبحان الله، در دستگاه آفرینش خود انسان توجه کنید. قول حضرت علی کرم الله وجهه، کسی خودشو بشناسه خداشو میشناسه.
ما چی بودیم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میرم و آخر ننمایی وطنم؟ مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. ما چه بودیم؟ از کجا آمدیم و کجا داریم میریم؟ آیا غیر از اینه که پروردگار عالم به قول حضرت سعدی علیه الرحمه میفرماد ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرد از عدم بنده را، بدیهی که شخص آفریند ز گل، روان و خرد بخشد و هوش و دل، ز پشت پدر تا به پایان شب، نگر تا چه تشریف دادت ز غیب، چو پاک آفریدت بهش پاش باش پاک، که ننگ است ناپاک رفتن به خاک. در شکم مادر اون جایی که هیچ روزنه‌ای نیست، آیا اونجا مغازه است؟ آقایی که همه روزتو از مغازه، به خودم میگم بعض اون طلب میکنی، آقایی که از خورشید و ماه، از زمین و کشاورزی، این سببها در نظرها پرده هاست. مولانا روم بگه این سببها هست ولی در نظر پردن. این سببها در نظرها پرده هاست، در حقیقت خالق هر شی خداست. اونجا تجارت نبوده، اونجا روزنه نیست. در اون تاریکی شکم مادر پروردگار عالم از خون مادر تو رو تزریق کرد. 9 ماه کامل اونجا بهترین غذا رو میخوردی و هیچ گونه احساس خستگی نمیکردی. و زمانی که زمان بیرون آمدن به دنیا بود، پروردگار عالم با چه حکمتی انسان را به روی زمین می آورد و قبل از این که به دنیا بیاد 2 تا پستان مادر رو به عنوان 2 چشمه براش مهیا کرده. غم روزی مخور بر هم مزن اوراق دفتر را، که پیش از طیف ایزد پر کند پستان مادر را. قبل از اینی که به دنیا بیاد هنوز خانم حامله هست، پستان شیر داره. چرا؟ چون که خداوند متعال به فکر تو هست قبل از تولدت، ولی تو به فکر خدا نیستی. وقتی بزرگ میشی، وقتی غیرت میاد، زور و بازو میاد، اباحت جوان مردی میاد، ای بی انصاف. اون خدا هنوز تو به دنیا نیامدی، تو تا چشمه جوشان فوران میذاره برای تو آماده کرده که پیش از طیف ایزد پر کند پستان مادر را. چرا؟ چون که میفهمه هیچ غذایی برای کودک مناسب تر از شیر مادر نیست. ز صلب آورد نطفه‌ای در شکم، ز بحر آورد، ز ابر آورد قطره‌ای سوی یم، ز صلب آورد نطفه‌ای در شکم، از آن قطره لؤلؤی لالا کند و از این صورتی سر و بالا کند. از اون مکان تاریک و نجس خداوند متعال چه چهره حسین و زیبا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان با این شکل و شمایل را و با این جمال و کمال را آفرید. توجه کردیم به خود ما؟ 6 میلیارد انسان داره در دنیا زندگی میکنه. آیا دیدید 2 نفر کامل شبیه باشن، همرنگ باشن؟ دیدید؟ دستو بلند کنید. نه، هر نقاشی که نقش بلد باشه 100 تا نقش میتونه متفاوت بکشه. 1000 تا 1 میلیون تا تمام میشه، نقشش تمام میشه، مشابه میشه. ولی خداست که 6 میلیارد انسان در دنیا خلق کرده قربان اون نقاش برم که 2 تا با هم شبیه نیست. بیش از 10,000 زبان بر دنیا آورده. خودش میفرماید و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. 1400 سال قبل آیات نازل میشه که میفرماید یکی از آیات شناخت خداوند متعال اختلاف زبانها و اختلاف رنگ و روی و نقش شماست، اختلاف فرهنگ شماست. آقای ترکی وقتی ما با فارسی صحبت میکنه میگه این دیوانه داره بغل خودش یاوه داره میگه. انگلیس وقتی ما صحبت میکنه فارسی، عرب، بیش از هزاران زبان امروز در دنیا آمده. اینا همه خداوند متعال خلق کرده. خلاق کی هست؟ این همه شکل و خداوند متعال همه نیرو رو غیر از ذات ذوالجلال الله چه انسان باید در خودش تفکر بکنه، در چهره خودش. 4 نوع فقط در چهره ما وجود داره که هر کدوم با دیگری تفاوت داره. آب چشم، آب بینی، آب گوش، آب دهان، همشون منبعشون از یکی، ولی آب چشم شور، آب دهان شیرین، آب گوش تلخ. الله اکبر.
همشون منبعشون از یک جا. بچه به دنیا میاد وقتی گرسنه است گریه میکنه، گریه رو مادر بهش یاد داده؟ نه، خدا بهش میگه عزیزم، بندم، دوست دارم، گریه بکن تا مامان متوجه بشه. شیر میخواد، سیر شدی بخند تا مادر ناراحت نباشه بفهمه که بچم سیره. خدایا ما تو رو نشناختی، خدایا ما تو رو نشناختی، به والله قسم یا الله خودت تو ما را، تو خودت به ما بشناسون. ما آیات تو رو تلاوت نکردیم تا تو رو بشناس. من عرف نفسه فقط. حضرت مولانا روم رحمت الله علیه چه زیبا می فرماید: این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها ز اسرار توست. آب را و خاک را برهم زدی، زاب و گل نقش بنی آدم زدی. خدای اینا ما میناگری ها کار توست و فعل توست و غیر از تو کسی دیگر نمیتونه چنین دخلی بکنه. خدایا واقعا خالقی، واقعا رازقی، تو که قبل از این که ما به دنیا بیای اون کسی که دندان دهد نان دهد، قبل از این که ما به دنیا بیام رزق ما رو درست کردی، تدارک دیدی. پروردگارا به ذات ذوالجلال سوگند، اگر ما عبادتت بکنیم و فرمان روایی بکنیم و از فرمان تو سرپیچی نکنیم، به والله قسم تو روزی ما را میدی. ولی ما هستیم که بی انصافی میکنیم. لذا سروران عزیز بحث بسیار گسترده هست و زمان بسیار محدود. فقط به دو سه مورد از داستانهایی که کرشمجات قدرت الهی رو مشخص میکنه بسنده میکنم و صحبتم را باید به پایان ببرم. در زمان امام شافعی رحمت الله علیه 17 نفر از دهریین لایک ها منکرین ذات خدا میان نزد امام شافعی، میگه بابا ما قرآن رو قبول نداریم، احادیث رو قبول نداریم، بذار کنار، با دلیل عقل بیار ما رو قانع کن که خدا هست. با دلیل عقل. کو عقل؟ عقل ها مرده، استعدادها در نطفه خفه شده، انقدر تبلیغات غرب کار کرده که خدا شده امروز بوش و کعبه شده کاخ سفید و محمد نعوذ بالله شده شارون. واقعا قبول بکنید برادران، از این واقعیتی است. کشورهای اسلامی باید امروز بمیرن که رزق خود را از خان غیر مجو. اقبال لاهوری میفرماید رزق خویش را از خان دیگر مجو. گرچه باشی تنگ روز و تنگ بخت، در راه بلا افتاده رخت. رزق خویش از خان دیگر مجو. میفرماید اگر امروز واقعا اونها به خدا توکل بکنن و به سوی آمریکا نگاه نکنن و همچنین همه من و شما، قطعا خداوند متعال دروازه های رحمتش را باز خواهد کرد. ولی ما بر زمین خدا داریم اینقدر گناه میکنیم. میاد نزد امام شافعی سوال میکنن آقا شما با دلیل عقلی ما رو قانع کن. گفت شما به یک برگ توت توجه بکنید. من این صحبت رو یک بار در تفسیر قرآنم کردم. به برگ توت توجه کنید. 4 حیوان ازش میخورن، چه تولید میکنن؟ آیا شما قادرید از برگ توت چیز درست بکنید؟ گفتن نه. گفت کرم ابریشم میاد از برگ توت میخوره و بعد اینکه اونو خورد نخ گران قیمتی به نام نخ ابریشم تحویل میدن، بدون اینکه درس خوانده باشه، به کلاسی رفته باشه، مشق کرده باشه و یا خیاطی یاد داشته باشه و یا تولید پارچه و یا از نساجی داشته باشه. سبحان الله. زنبور عسل میاد میخوره، از همین درخت توت عسل تولید میکنه. عسلی که قرآن میفرماید شفاء للناس، شفای بسیاری از امراضه. و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. قرآنه که خداوند متعال صراحتا میگه من به زنبور عسل وحی کردم، الهام کردم که برو برگ درخت توت را بخور. کسانی که واقعا توی بحثا بریم مطالعه بکنید جوانان، به والله قسم انسان مغز انسان دود میکشه. در میان زنبورهای عسل رسمه که حق ندارد برگهایی که مسمومن و یا زهراگینن و یا مواد سمی دارن و یا سمپاشی شده استفاده بکنن. این اگر آمد یک زنبور عسلی آمد یک روز برگی رو که بالاخره با سم قاطی بود برای همیشه اون را میکشن و از صفحه زندگی محوش میکنن. سبحان الله. میفرماید این عسل زنبور میاد از همون توت
اون نخ ابریشم به این میاد عسل تولید میکنه. آهو میاد از همین بالاخره به عنوان غذای خودش میخوره، نافه مشکین تحویل بشریت میده که بوی مشک جهانگیره. به گوسفند میاد بز میاد میخوره، شیر تحویل میده. وقتی که این حرف رو داره 17 نفر گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، حقا که الله هست مالک و خالق همه چیزها. برادران عزیز، سروران عزیز، ما مسلمانیم، ما امت رسول اللهیم، ما همش الله الله میگیم. هنگامی که مشکلات بیاد تو بیمارستان، اون کسی که تا به حال نماز نخونه میگه خدا 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 خدا، ای بی انصاف. آیا برای اون خدا یک لحظه سجده کردی که تو بیمارستان با چه جرأتی، با چه گستاخی و وقاحتی اسم خدا رو میبری؟ بیاییم با خداوند متعال آشتی بکنیم. در زمان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم گروهی از منکرین میاد، میگه وجود خدا رو برای ما ثابت بکن. میگه تا به حال تو دریا نشستی؟ میگه بله. میگه تا به حال شده کشتی در میان امواج پرتلاطم دریا غریب غریق بشه؟ گفت بله بارها شده. گفت که در اون زمان چه کسی تو رو نجات داد؟ آیا امیدت از همه جا قطع شد؟ گفت نه، امید داشتم که بالاخره یک صورتی من رو یک کسی نجات خواهد داد. گفت اون کس نیست. اون کس کی میخواد باشه؟ ملوان ناخدا هست که غرق شده، دوستانت هم غرق شدن، تو خودت هم در معرض غرقی. اون ذات کیه؟ گفت حقا که به خدا قسم راست گفتی، دایه‌ای در من وجود داشت که من رو نجات میده، ولی من به این دایه مشکوک بودم، از امروز فهمیدم که اون خداست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در جمع گروهی از منکرین میاد، میخواد با اینها رو بالاخره قانع بکنه. امام رحمت الله علیه میفرماید که من دیدم که یک کشتی رو امروز رفتم دیدم یک چوب درختی افتاد، چوب‌ها از جدا شد، عامل منظم شدن، به همدیگه کنار همدیگه قرار گرفتن. اون موقع دیدم که کشتی درست شد. همه اینا خندیدن. گفتم اگر ممکنه امام تو هر انسان زرنگ فهمیده همچه حرفی میزنی؟ گفت ممکن نیست. گفت نه. گفت وقتی یک کشتی بدون صانع و بدون سازنده ممکن نیست درست بشه، شما چگونه درباره ذات خدا قضاوت میکنید که این همه آسمان، این همه زمین، این همه موجودات، این همه کروات، این همه سیارات، این همه ستاره‌ها، این همه ماه و خورشید، این همه روز و شب، این همه خواب و بیداری، آرامش، انسان، گوش، چشم، چگونه به زون ذات ذوالجلال الله میتونن درست بشن؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. همه اونها کلمه رو میخونن و مسلمان میشن. لذا به عنوان آخرین سخن، برادران عزیز، ما باید متوجه بشیم شناخت خدا را به صورت واقعی، به صورتی که خداوند متعال میخواد، خداوند متعال را بشناسیم. ما اول اصول دین ما مسلمانان توحیده. فقط فهمیدیم که توحید بله هست، ولی توحید به معنای یکتاپرستی، یعنی ایمان تقلیدی رو بذارید کنار. و در این آیه که در اول تلاوت کردم که رسول الله گریه کرد که امت من اگر تلاوت بکنن و فکر نکنن هلاک میشن، در این آیه تفکر بکنید. حداقل شبانه روز نیم ساعت یک ربع را برای تفکر خالی بگذارید. اینقدر دنبال دنیا نباشید، دنیا رفت. یک لحظه برای تفکر که خدایا من چی بودم، از کجا آمدم، این چشم، این بینایی رو نگاه بکن، این بالاخره بویایی رو نگاه بکن که به وسیله بینی انسان همه بالاخره بوها رو استشمام میکنه و حس میکنه. با گوش شنویدن، با زبان حرف زدن، اگر خداوند متعال منگنه بزنه دیگه تمام کار تمام هست. یکی میاد نزد حضرت حسن بصری از غالبا از بالاخره از فقر و تنگدستی خودش شکایت میکنه، من چیزی ندارم. آخرین صحبتم میگه پول ندارم، هیچ ندارم، برای رضای خدا کمک کن. گفت نداری؟ گفت نه. گفت آقا من یک دست تو را 1 میلیون تومان میخرم، میدی؟ گفت نه. گفت زبان تو را 2 میلیون تومان میخرم، میدی؟ گفت نه بابا. گفت چشم تو 10 میلیون میخرم، میدی؟ کدومه که شما حاضرین بدید؟ گفت نه نمیدم. گفت ای بی انصاف، تو بزرگترین ثروتمند دنیایی از فقر خودش شکایت میکنی؟ به خدا قسم راست میگه، ما خیلی ثروت داریم. چرا؟ چون که ما خدا رو زبان بشناسیم، این ثروت ها در اختیار ماست و به درد ما میخوره. وگرنه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون، روز قیامت همه اینها بر علیه ما گواه خواهد شد و روز قیامت آبروی ما را خواهد ریخت. پروردگارا به عزت و جلال خود و بزرگی و کمال خود، پروردگارا ما رو آشنایی با خودت رو عنایت بفرما. خدایا ایمان تحقیقی عنایت بفرما. خدایا ما رو از موحدین واقعی بگردان. خدایا ما را از کسانی بگردان که در دنیا تو را بشناسیم و روز قیامت هنگامی که سوال میکنه من ربک، پروردگار تو کیست خدایا، تو اونجا زبان ما را گویا بفرما که ربنا الله، رب ما الله
است اللهی که در دنیا شناختیم. خدایا تو ما را خدا شناسی باقی عنایت بفرما. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و بارک علی محمد و